سلام علیکم. خیلی مخلصم. نوکر بکن خاکی کف پاتونو مثل همیشه و تا ابد عاشق نگاهی گرمتون. به اولین قسمت برنامه استعدادیابی با امیر و نیلو خیلی خوش اومدید. وای من بچه ها استعدادهای ایرانی یعنی وطنیامون بفرمایید. وطنیامون خیلی پر استعداد، خیلی پر استعداد. ببین خیلی آره خیلی خب؟ ویدیو من آوردم به تخمم. برای اولین بار قرار بهشون امتیاز بدیم و نفر اول جایزش میشه چقدر؟ $200 جایزه داره بین ما. آره پیش ما $200 جایزه داره کسی که اول بشه، ولی قسمت های مختلف داره. پس اگه میخوای برنده این $200 بشی و دوست داری توی این برنامه ما شرکت کنی، اگر استعدادی داری توی اینستاگرام من یا نیلو که آیدیش میاد اینجا و اینجا، یا تو کانال تلگراممون که آیدی هست میاد اینجا، استعدادتون برای ما بفرست تا ما بهش تو برنامه بعدی جزء دستای مختلف ما باشی. بریم؟ بچه شما هم باید امتیاز بدین ها، نه تنها من و تو. برنده رو بچه ها و ما با هم انتخاب میکنیم. خونه امتیاز بدید. برنده رو با هم دیگه انتخاب میکنیم. بریم سراغ مسابقه. قبل اینکه بریم ممنون میشیم که ویدیو رو لایک کنید، چنل منم حتما با زنگوله کوچولو هم دادینگ بزنید که نگاه دوست دارم فقط لایک ها رو ببینم بره زیاد، بره به چه استعداداشونو بفرستم، ما هم بهشون ریاکت کنیم، عشق کنیم، کیف کنیم. $200 هم نفر اول جایزه بودم. هم کشمش صدا رو داشتی؟ صداشو دوست داشتم ببین ولی سبک من نیست. چرا؟ تو میتونی الان اینجوری بخونی؟ ولی بازم چون خانومی تو 70 به من میخواستم 7 بدم، ولی من پس من 6 میدم. تو هم میتونی 7 نه من بدی. نمیخوام 7 بدم، چرا؟ دوست ندارم 7 بدم. من 7 بدم. یعنی فقط به خاطر تو. خب صدات قشنگ بود، خوب بود، فلان بود، ولی کاش مثلا اگه بشه یه قسمت دیگه مثلا یه جای دیگه مثلا یه کم کامل‌تر برامون بخونه خیلی بهتر میشه. اینم میشد. خیلی خوبه. صدا ببین. ما قراره به ایرانیان و هموطنامون $200 جایزه بدیم. بابا یعنی چی؟ خیلی صداش خیلی خوب بود ولی قراره به ایرانیا و هموطنامون جایزه بدیم. I pledge allegiance to the flag of the خونه مادر بزرگر بود. با این سنش واقعا خوب میزنه. میتونی بزنی؟ میتونی بزنی؟ این اگر جدی دوستات دارم بهت میخندم بدون دارم حسودی میکنم به. بدون یه وقتی بدون کسی که مسخرت میکنه داره بهت میخنده یعنی تو موفق ترینی. آفرین. یعنی داری راه درست میری. باریکلا. خب به من بگو میتونی مثلش بخونی؟ ولی چون سنت کم بود من اینو بهت میدم. این واقعا تو این سن خیلی خوب بودی و واقعا جای پیشرفت کردن 100 داری. 100 جای پیشرفت داری. ببین 100 ادامه بده. برو جلو. بریم بعدی. همین الان شد 28 سال. برای هم گفتم ذره کلا شادش کنم. آبامایا خیلی ولم کن کجاتون گلون ولم کن کجاتون گلون
ماشاءالله. فهمی جریه ایه عجب چی گریه ایه خودمونیم چه سلیته میبینن چشام زیتو انگاه اومدم بلاین دیتو میبینی آقای ورزشکار چقدر قشنگ داره میرقصه ببین بالا. خیلی سخته، خیلی سخته. خیلی که سخته، نمیتونه این کار. خیلی سخته. چند میخوای بدی؟ ببین کم نده. باشه بابا دارم میذارم سر جاش. به آقای کم نده. نمرت تو بده. خب من اینو میدم. واقعا چند میخوای بدی؟ خب 7 چرا؟ اون دختر هست مال لندن نه نه منو دیوونه نکن نه نه منو لنگا رو ببین هست مال آیسلند همش سرده و هست لرزشو دیدی؟ دیوونه نکن مثل خطکش بود، مثل دوتا یک کنار هم الان بود. این استعدادش دقیقا من بود کجا بود؟ استعداد اینم پر استعداد بود. مثلا کجا بود؟ ویدیو پر استعداد مثلا کجا؟ صداش، رقصش، هیکلش، استایلش خوب نبود خدایی. چند؟ دو خیلی خوبه دو خیلی خوب نیست براش. نه دو واقعا خوبه، بازم زحمت کشیدی همین که ضبط کردی. میتونم اعتماد به بپرسم نفس چرا دو رو داشت. اعتماد به نفس تو رو اگر نه امیر حسین داشت. با دیگابریو داشت فیلم بازی میکرد. وای. چشاشو میبینی بسته؟ تمرکز داره نکن تو. ببین چقدر قشنگه. یک پنجم توی اینقدر با استعداده. نصف توه. 4/5 توه. ولی 4/5 دیدی یک چقدر پنجم میگم دیگه. چی؟ 4/5. ببین خیلی عالی خوچی تو این سه خیلی خوب بوده. قربون اون تمرکز کردنت برم که چشم بسته تمرکز میکردی. من بهت 10 میدم. آفرین 10 براش خیلی مناسبه. اصلا 10 خب بهت میدم، ولی به شرط اینکه اگر ویدیو ما رو دیدی، خب اگر ویدیو ما رو دیدی یه ویدیو دیگه از خودت برای ما بگیری و بفرستی. تو میدونم استعدادشو داری ها. زیر چش سیاه خوابم بر آبم قد تو ایده های نابم بر قشنگ ولی اعتبار نداره مثل حرفای با من قد خالی نمی کنن دیر نصف شب حال خراب و دل جاده اون موقع است که برایدم 200 تا یه رول تو پل بزنی کنی خود تو خود ای زور که نشون بدی روح تو خود دلتنگی و مرور خاطرات با کله میزنن گروه گرفته ای مثل سرباتا گروه منم از تو بدتر من با زندگی جلو چشامه رد و بدر مغز و قلب پر بگاهی از دو ردن رو همو کردن هزار که بازار لاشی ها هیچ موقع حساب دیگه اینو تنهایی مدور پر حسار میگه. خیلی خوب. ببین خب ببین استعدادش خیلی خوبه. خب استعداد. حالا من زیاد اینو یه لحظه درست کنم. حالا من زیاد مثلا نمیگم مثلا رپ بازم و فلان اینا. آره، خب من آهنگ زیاد رپ گوش میدم، ولی این سبک رپا که متوجه بشم چی میخونه آفرین. و واقعا متوجه میشه آدم مثل واقعا یاس و خیلی. اینا که مثلا شایع و یاس که میخونن اینجوری. دوست دارم. خیلی خوب خوندی. خب ولی چند میخوای بدی؟ چون زیاد فلو عوض نمی کنی خب
میدم. شری شری لیدی حاجی دوشک دو به دوش چی میگم دو دلم دو به شکم. چرا؟ چون حس میکنم چیز بود لب میزد. دیوونه ای؟ قشنگ حس میکنم داشتش لب میزد. کجاش داشت لب میزد؟ چی میگن اسمشو؟ چیه یه اسمی که مثلا میگن تو خواننده ها تو کنسرتاشون میخونن چیز میکنن چی میکنن؟ آره همون. شما که میدونین بگین. تو میدونی؟ تو میدونی بگو. نظر من ولی اگر ببینم تو کامنت ها بچه ها گفتن که صدای خودت و لبخونی نیستش، من این 5 رو تبدیل میکنم به 10 چون خیلی خوب داشت بخون. شری شری لیدی یه چیزی تو یه نگاه هست که من یه نوری که تابیده به یه تنه میشه بازم تو یه چیزی تو یه نگاه قفل چشاتم تا یه نوری که تابیده باید که همیشه بازم حاجی عالی بود. میبینی چقدر شبیشه؟ هم فیسی شبیه جوونی هاشی؟ هم فیسی هم صداش ولی هم فیسی هم خیلی حالم گرفته شد. هم صداش خیلی حالم گرفته شد. خیلی حالم گرفته شد. خیلی 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 زیاد. از همینجا آرزو میکنم میخوام فقط اینو بگم که ببین هادی چوپانم گفت این حرفو. واقعا من خودم میخواستم این حرفو بزنم. هادی آقای چوپانم اسطوره وطنمون این حرفو زد. گفتم ببین آدم وقتی خوبه یه اشتباهی میکنه بد میشه. همون آدمم میتونه توبه بکنه و خوب بشه. خب منظورش چیه؟ یعنی آقا امیر تتلو شاید ببخشیدش 100% ببخشیدش، یعنی حکمش رو اجرایی نکنید انشالله به حق همین خدا همین قبله‌ای که ما روبروش نشستیم. امیدوارم که حکمش اجرایی نشه و مطمئنم که آقای امیر تتلو اسطوره واقعا تکرار نشدنی. ببین واقعا تکرار نشدنی میتونه خدا سرشده دارم میگم واقعا وطنش رو دوست داشت که اومد ایران برگشت میتونستم برنگرده و حقش این نیستش که بخواد اعدام بشه. و هر چقدر امیر تتلو رو دوست دارید، هر چقدر عاشقشید، هر چقدر با آهنگاش خاطره دارید و هر چقدر اسم امیر تتلو لایک داره ویدیو رو لایک کنید و یک کامنت تتلو بنویسید که ببینیم آقا چند نفر امیر تتلو رو دوست دارن. هر چقدر دوستش دارین تو کامنت کلمه امیر تتلو رو بنویسید. خیلی دوستتون دارم. و شما برادر من واقعا حقته. بذار من ببینم چند بدم اینو میدم. یعنی بهت بگم از روی چیز نگفتم که مثلا میگم حس ترحم و فلان و اینجور چیزا نگفتم. واقعا صدات خیلی خوب بود. خدایی صدا خیلی خوب بود. دمت گرم. اگه ویدیوی ما رو دیدی حتما یه موزیک دیگه از تتلو رو برامون بخون تو قسمت بعدی حتما برامون بفرست که داشته باشیمش. I wanna be a sleeper, wanna be a master, and wanna make your heart beat wrong like roller coasters. I wanna be a good boy, wanna be a gangster. هنرمندکی ناوم نیوی دنیا گراوم جوانی وکو جملدی حتی حساب چاوم دمکی دمم بربو دمکی کافر ارمانی شوا بوچی لمن شرمکی کافر ارمانی شوا بوچی لمن شرمکی میخوام برم دست و بالا تر سفت که بالا تا ابد مش سرباز باحال باها من کر کدوم واسه خودش داستانات واسه تریپ ما با نام خدا من شروع میکنم خدا با ترکیبی استعداد 10 ولی این خیلی دارین تکراری میره جلو.
یعنی این 3 نفر توی اومدن توی این اینستاگرام یه ویدیو منتشر کردن از خودشون با اون ترکوندن و فلان اینا، نوش جونتون. ولی یکم تغییر بدید دیگه، یه حرکت دیگه بزنید دیگه. منم بازم باحال بود. باحال بودید. ویدیوی من همیشه خوبه. 9 میدم بهت. ویدیوی من همیشه خوبه. و ببین از همه بهتر اون پسر بچه و اون تتلو که اصلا بعد شنیدن اون صدای اون داداش گلمون خیلی بچه‌م خوب بود، چیز این می‌زد. بچه‌ای که عالی چی بود. می‌زد؟ تمپو نه اون نه. مدرسه بیت باکس میزد، اونم بیت خدای باکس. تو هم خیلی صدات خوب بود. آره. ولی از بعد شنیدن اون صدا، چون واقعا دلمون برای صدای تو هم استعداد خوبی داری. توی صدای گلزار. مرسی که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین. این هم اولین قسمت استعدادیابی با امیر نیلو. بچه خیلی منتظر ویدیوهاتون هستیم توی این اینستاگرام. دوباره باز اینجا آیدی اینستاگرام من و اینجا آیدی اینستاگرام نیلوفر و این وسط هم آیدی تلگرام میاد. خیلی دوستتون دارم. مرسی که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. عاشق نگاه گرمتون و خاک کف پاتونیم. قبل اینکه خداحافظی کنیم ویدیو ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید. کانال من حتما اون زنگ کوچولو میگم دینگ 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 بزنید که دوست دارم بچه‌ها بتر کنیم دیگه کنار هم دیگه. بلا خیلی مخلصم. خاک کف پاتون رو مثل همیشه اتابت عاشق نگاه‌های گرمتونیم. خدا بس. چرا اینجوری کردم الان چرا اینجوری کردم؟ تو کسخل رفتم روانشناس رفتم پیش روانشناس روانشناس روانشناسه برداشت گفتش